خب این پارت دومه. اگه پارت اولو ندیدین برین اول اونو ببینین تا کامل متوجه بشین. چهارمین نکته نور آفتابه که هورمون تنظیم کننده تمرکز بالا میبره. یه پیاده روی کوتاه با کالسکه با نینیتون باعث میشه که تمرکزتون بهتر بشه. نکته پنجمم اینه که چون ذهن مادر همیشه درگیر بچه است، هر فکری که تو ذهنتون میاد همون لحظه یادداشت کنید، چون خالی شدن ذهن باعث میشه که تمرکز بیشتر بشه. و نکته ششمم تنفس عمیقه که باعث میشه که مغز اکسیژن بیشتری بگیره و تمرکز سریعتر برگرد. و در آخرم مامان عزیز، بدون که بدنت الان تو دوره ریکاوریه و مواظب باش که به خودت فشار نیاری. حتی اگه 50% هم تمرکز داشته باشی قابل قبوله. حالا تو ویدیوی بعدی راهکارهای روانی و ذهنی برای افزایش تمرکزم بهتون میگم. حالا شما بگید که بعد از زایمان برای افزایش تمرکزتون چیکار کردین؟ حتما برام کامنت کنین، چون تجربه های شما باعث میشه که به مامانای دیگه هم کمک بشه.